وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان ها عروج کرد در سفر معراجش، جبرائیل پیشاپیشش حرکت میکرد، به هر آسمانی که میرسید در میزد. مسئول اون آسمان میگفت کیه؟ میگفت جبرائیل. کی همراهت؟ محمد صلی الله علیه و سلم. در باز میشد، عظمت‌های اون طبقه اول آسمان نشون رسول الله صلی الله علیه و سلم میداد و تو هر طبقه با یکی از انبیا ملاقات میکرد. پیامبر 10 تا معراج رفته تا رسید به آسمان 7. اونجا با جدش ملاقات کرد، حضرت ابراهیم بتشکن خلیل الله. گفت این ابراهیم علیه السلام جدته، برای سلام کن. سلام کرد، بعد جواب سلامش داد و این جمله رو بهش گفت: مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد میگم به نبی صالح و فرزند صالح. نوشه چه سعادتی بزرگتر از این که پیغمبر آخر الزمان و اشرف رسول و اشرف اولوالعزم نوه ابراهیم باشه. مرحبا به نبی صالح و فرزند صالح. بعد پیامبر رفت بالاتر، به سدرة المنتهی رسید تا رسید به عرش خدا. دیگه اونجا جبرائیل متوقف شد، تو سقف آسمان 7 جبرائیل متوقف شد. گفت اگر یک قدم من جلو بیام به بالا، نور خداوندی من رو ذره ذره میکنه. اونجا دیگه خودت تنها باید برید. سبحان الله. ولی موقع برگشتن دوباره یه سری به من بزن. خب رفت اونجا، نمازها برش فرض شد. موقع برگشتن گفت میرید؟ گفت بله. گفت سلام امت تو برسون. ابراهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و به امتت بگو که بهشت خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه. یه منطقه هست بعد از لیردف بهش میگن زراباد، شهر دکتر سیاد خدا رحمتش بکنه و جزو شهدا محشرش بکنه و علمای زندهمون خدا حفظشون بکنه و خاتمه به خیرشون بکنه و همه برادرها و خواهرامون در حفظ و عنایت و توجه رب العالمین باشن و خاتمه به خیر بشن، خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون. چرا گفتن زراباد خاکش خیلی عالیه؟ ذره. گفت به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش هم خیلی شیرین و گواراست. خاک خوب، آب خوب، شیکم داره، یه بذر خوب. کشت بهشتم 4 چیزه: سبحان الله توحید خدا، و الحمدلله تحمید خدا، و لا اله الا الله توحید خدا، و الله اکبر تعظیم خدا. یعنی تو یک بار بگی سبحان الله، یک بذری در بهشت اونجا کاشتی. یک درختی که شاید چند سال بخوای با اسب تازی زیرش بدوید.
باغ تو اونجا توسعه بده. خاک در اختیارته، آبم در اختیارته، بذرش دست خودته. یه وقت 1000 متر زمین میخریم تو ایسینی، تو تازیونی، تو پاتلی، تو سرخونی، میخوای 10 بوته درخت بکاری جونت بالا میاد. اونجا دیگه آفت نداره، سم نمیخواد بزنید. کشت بهش چیه؟ این بذرا دست توست. چند ثانیه زمان برد؟ 12 ثانیه زمان برد این 4 تا درخت بکارید تو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اون دنبالش چیه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. این دنبالش پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. سبحان الله. یعنی هر کسی این جمله رو بگه بر گنجی از گنجینه های بهشت قرار میگیره. وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاة باید بگید لا حول ولا قوة الا. تو رو دعوت میکنه به فلاح و صلاح و رستگاری و صلات. حی علی الفلاح، این 2 تا جمله مؤذن 4 بار که تکرار میکنه، تو هر 4 بار باید بگی لا حول ولا قوة الا بالله، چون دعوت به کار بزرگی میکنه و تو نمیتونید مگر این که قدرتی که خدا در تو ایجاد بکنه و حرکتی که خدا در تو ایجاد بکنه. اگه من بگم شاید همسایه مسجد کسی باشه که همسایه مسجده ولی توفیق از آن هم میشنوه، میبینه که مردم هم چه دارن میان، شاید در مسجد هم بعضی موقع مینشینن ولی نمیاد تو مسجد. این که چیزی نیست. شما میدونید که تو مکه، تو شهر مکه که مسجد الحرام هست و تو شهر مدینه که مسجد النبی هست، کسانی هستن که اونجا زندگی میکنن هنوز یک بار یک نماز تو مسجد الحرام نخوندن. اهل مکه هستن، تا چه برسه که حج و عمره برن. من 9 سال اونجا بودم. لطف خدا بود، فضل خدا بود، خدمتی که شیخ زیایی به من کرد. من اگر روی این کرسی نشستم، اول لطف خدا، بعد خدمتی که شیخ به من کرد. هیچ موقع فراموشش نمی کنم. این لا حول، حول یعنی حرکت. خدایا هیچ حرکتی در من نیست مگر حرکتی که تو در من ایجاد بکنی به طرف کارهای خوب. ولا قوت، و هیچ قدرتی نیست که منو حرکت بده مگر قدرتی که تو باشه. تو منو به حرکت بده به طرف کارهای خوب. من خواهانم، اما تو در من قدرت ایجاد بکن، تو در من حرکت ایجاد بکن. پیامبر میگه لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجینی از گنجینه های بهشت. به این جملات، به این کلمات، به این اذکار توجه بکنیم، زندگی رو متحول میکنه. با اینا زندگی بکنیم، بچه ها منو عادت بدیم که با این کلمات و این جملات زندگی بکنن. تسبیح خدا، تحمید خدا، توحید خدا، تعظیم خدا. بهشت خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش خیلی شیرین و گواراست، کشتش هم دست من و توست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوست داشتید آخرش هم کامل بکن ولا حول ولا قوة الا بالله. این 5 تا جمله رو تو 12 ثانیه میتونید بگید. اگر انفرادی بگید 100 بار بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه وقت بگیره.
فقط یه اراده لازم داره که این لبات حرکت بکنه. استغفر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک مجلسی که نشسته بود با دوستان، صحابه حرکت لب